عطرآلود قصه ترسه، ترس علی از مرگ، ترس از عذاب وجدان بابت انجام کاری که میدونه اشتباه بوده، ترس از یتیم شدن فرزند هنوز به دنیا نیومده‌اش، ترس از کارهای نکرده و عطرهای نساخته. ساختار سریال عطرآلود موجب شده که مخاطب نتونه با شخصیت‌ها همزاد پنداری کنه، چون در زمانی که شخصیت‌ها میتونن احساسات و عواطف خودشون رو بازگو کنن، با رخ دادن یک حادثه تلخ بیمورد و موسیقی متن گوشخراش و مصیبت‌بار، ارتباط احساسی مخاطب با فیلم قطع میشه. مثلا در صحنه‌ای که با ترمز ناگهانی ماشین در کوچه باریک منجر به شکستن دست عاطفه میشه، علی به ناگهان و به شکل غیرقابل توضیحی متحول شده و قرص‌هایی که خریداری کرده رو به زمین میریزه و از تصمیم خودش پشیمون میشه. شاید هدف فیلمساز از این سکانس این بوده تا بگه مرگ هر لحظه در کمین انسانه و عمر دست خداست، اما این پیام به بدترین شکل ممکن نشون داده میشه. همچنین به دلیل نوع قصه گویی که ریتم بسیار کندی داره، مخاطب از تماشای کشمکش‌های درونی و کشف و شهود علی کلافه میشه. مثلا صحنه رفتن علی در بچگی به جنگل چندین بار تکرار میشه. سکانس‌های اضافی یکی از آسیب‌های عطرآلوده. سکانس اضافی زمینه رو برای نفوذ کلیشه به فیلم فراهم میکنه. مثلا سکانس تصادف موتور در تونل هیچ دلیل واضحی نداشت و یکی از مبهم‌ترین سکانس‌های اضافی فیلمه. در پایان باید بگیم عطرآلود گرچه هم ایده اولیه تازه‌ای داره و ساختن یک عطر و تماشای چگونگی اون برای مخاطب جالبه و هم پیام‌های داستان چون تشویق به فرزندآوری یا نمایش اهمیت کانون خانواده در این برهه که خانواده مورد هجمه رسانه‌های غربی ارزشمنده، اما در نهایت به دلیل نقاط ضعفی که بیان شد نمیتونه نظر مخاطب رو جلب کنه و برای مقدم دوست بعد از سریال عجیب سرباز شکست دوباره‌ایه.